به نام خالق هستی، به نام خالق زیبایی، به نام خالق هنر. عرض سلام و ادب خدمت بینندگان محترم و شنوندگان عزیز. همکنون ما در شهر اصفهان قرار داریم. اصفهان نصف جهان، واقعا نصف جهان. باید بیان اصفهان ببینین از نزدیک چی خبره در اصفهان. خب دوستان، ما همکنون در مرکز شهر اصفهان قرار داریم. میدان نقش جهان. در چهار طرف این میدان جاهای دیدنی و تاریخی می باشد. عمارت آل قاپو، مسجد امام، مسجد شیخ لطف الله و سردر قیصریه. تک تک یارا بریم توضیح بدیم که چی گپه. خب دوستان، همینطور که مشاهده میکنید در پشت ما کاخ آل قاپو قرار دارد. در این کاخ کنسرت، سخنرانی و کارهای هنری در این کاخ صورت میگرفته. در زمان شاه صفویه ساخته شده و تا الان این کاخ وجود داره و مردم، توریست های زیاد سالانه در این کاخ میان بازدید میکنن از این کاخ. و روبروی ما مسجد شیخ لطف الله که میریم اوجا را توضیح میدیم که چی گپه. مسجد شیخ لطف الله سال 1602 و سال 1619 میلادی، یعنی سال 1602 شروع به ساخت کرده. به مدت 18 سال این مسجد به اتمام رسید و در زمان صفویه ساخته شده. در این مسجد هم توریست ها خیلی زیاد میان بازدید میکنن از این مسجد. و در همسایگی مسجد امام قرار داره. بریم ببینیم مسجد امام در چی گپه. خب دوستان، همونطوری که شما مشاهده میکنین مسجد امام قبل از انقلاب به این مسجد میگفتن مسجد شاه و اکنون معروف است به مسجد امام. یکی از معماری های اسلامی به شمار می رود. کاشیکاری خیلی زیبا در این مسجد صورت گرفته است و همونطوری که شما مشاهده میکنین توریست های زیاد در اینجا هستن، فیلم برداری و عکس برداری میکنن. بریم ببینیم که این کاشیکاری های قشنگ از نزدیک مشاهده کنیم. خب دوستان، همونطور که شما مشاهده میکنید در پشت سر من مسجد امام قرار داره که قبل از انقلاب به این مسجد میگفتن مسجد شاه. یکی از معماری های عجیب اسلامی به شمار می رود. کاشیکاری خیلی قشنگ در این مسجد صورت گرفته است و سالیانه توریست های زیادی به این مسجد سفر میکنن و عکس و فیلم برداری میکنن. ما همکنون در نزدیکی این مسجد هستیم. بریم ببینیم درونش چه خیلی.